سیستم نمیگم باید پیشنهاد کنم که اون تمام طرف‌های انکشاف کودک رو به نظر میره، چون که توجه دولت هست و اون در قانون خود شده است، ولی اگر ما اون رو با شکل سیستم پیشنهاد نکنیم که اون رو سیستمات نکنیم، وقتی که ما با کودکان رو با معنی سر کودکان بسازیم، اگر اون رو از روی نقطه نظر این روانشناسی تیمی نکنیم، اون حاصل اون متاسفانه کم میشه. برای همین یک مناسبت سیستمی تربیت کودک لازم است. یکم البته تربیت جسمی هست. زینه دوم تربیت احساسات هست. احساسات مثبت رو تربیت. اگر احساسات مثبت رو کودک متاسفانه کودک با اخیر احساسات شد، کینه‌ای، غمگین، عصبانی، رشکین و ترسو می‌بینه. تربیت دیگه تربیت اجتماعی هست که انسان کودک بداند که به واسطه رابطه دارد اجتماعیت با مردم و در اون قوت فایده آور و جمعیت بودنش و از جمعیت خانه کنندن تفاوت‌های خود با واسطه اجرای فعالیت اما کودک نسبت به جمعیت غمخوار می‌شود. برای تربیت درست فرزند